حضار بزرگوار، برادران و خواهران ارجمند، علمای اعلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تبریک و تهنیت عرض میکنم این محفل فرخنده و مبارک رو که جهت تجلیل از مقام شامخ قرآن منعقد و برگزار گردیده خدمت دستاندرکاران، برگزار کنندگان و همه حضار معزز و محترم. امیدواریم که خدای پاک از فیوزات این آخرین شبهای ماه مبارک رمضان ما رو محروم نفرماید. صحبت ها فکر میکنم به حد کمال خدمت سروران عرض شد و شب تقریبا داره ساعات آخری خودش رو البته از حیث جلساتی که ما تا به حال داشتیم طی میکنه و دغدغه فکری ما داریم از حیث اینکه خدای نکرده دوستان ملول و خسته نشده باشن. روش صحبت کردیم، استفاده کردیم. گفت خب کدوم قسمتش خیلی عالی‌تر؟ گفت همش خوب بود، فرقی نمی‌کرد، از اول بسم الله تا سین و الناس همه عالی بود. گفت نه، یه قسمت تعارف که نداریم ما شما، همون قسمتی که بهتر خوشتون اومده همون رو بگید که من همیشه اون رو بگم. هر چی اینا اصرار کردن که همش خوب بود، این ول نکرد. گفت فقط هم یک جمله خیلی خوشم اومد و همون گفتی دیگر ارزی ندارم، خداحافظشون. امیدوارم که دوستان منتظر این جمله نباشید، چون که حالا اینجا هستیم ما در خدمت شما، اگرچه که از ناحیه هنجرم مقدار بیماری میشه. من صلوات اینا بخونم. صلوات شما بیانگر این است که واقعا خسته شدید. یک صلواتی که نشان خب شما که خسته نشدید انشالله ما هم نخواهیم شد. بله حضار معزز، برادران و به ویژه جوانان عزیز که حضور سبز و پررنگ و چشمگیری در این محفل دارند، صحبتی که دقایقی در خدمت شما پیرامون اون موضوع بحث خواهیم داشت در واقع مذاکره است، چون که این جمع بیانگر اینه که تعدادی از محبوبان خدا و معشوقان دین امشب اینجا جمع شدند و انگیزه غیر از محبت و عشق به الله وجود نداشته که اینها رو اینجا جمع بکنه. دقایق پیرامون عوامل و اسباب و انگیزه هایی که انسان رو محبوب واقعی خدا قرار میدهد کلماتی عرض خواهد شد. شما میدونید هر کس امروز ادعای محبت میکنه، همه افرادی که اسم خودشان را مسلمان میگذارند و مینامند میگن ما خدا رو دوست داریم. ادعای محبت، صرف ادعا خیلی آسانه، اما به هیچ عنوان الله عزوجلال به صرف ادعا و یا بیان زبان انسان را محبوب دربار خودش قرار نخواهد داد، بلکه انسان باید در مرحله عمل در جود محبت باید قرار بگیره. این نکته رو باید اذعان کرد که همه ما باید در دنیا محبوب یا محب بشیم، یا با یک چیز عشق بورزیم یا معشوق یک چیزی قرار بگیریم، دوست بداریم یا دوستدار بشیم. حالا به هر چیزی، از مال، از زن، از اولاد، از دوست، از رفیق، از پست، جا، مکان، مکنت، دولت، قدرت، شوکت و غیره. اما همه این محبت ها، همه این عواطف، همه این احساسات، همه این عشق ها مجازی اند، فانی اند، موقتی اند و به زودی از انسان جدا خواهند شد و تنها محبوب معشوقی که انسان رو در این دنیا همراهانه نمی کند، بلکه در جهان آخرت هم، در میدان محشر که حتی انبیا هم نفسی نفسی میگن، اونجا اون دوست انسان رو راه نمی کنه، رب العزت و الجلال است. پس بیاییم سروران عزیز، جوانان محترم، در این شبهای پایانی ماه مبارک رمضان دست دوستی را در دستان بلا کیف الله عزوجلال قرار بدیم. خود پروردگار عالم در حدیث قدسی میفرماد که ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار، من الله دست بلا کیفم را در شب دراز میکنم تا کسانی که در روز گرفتار معصیت شدن، از من جدا شدن، از من دور شدن، دست خودشان را در دست بلا کیف من الله بگذارن، اونها را بیارن و یبسط یده بالنهار، در روز دست بلا کیفش رو دراز میکنه تا گمگشتگان شب رو پیدا بکنه. بیاییم دست تو دست این محبوب واقعی قرار بدیم که انسان رو رها نمیکنه. چطور به این محبوب برسیم؟ آیا با زبان نخیر؟ چند تا عامل داره، به صورت گزارا عرض میکنم. من برای اینکه بحث رو جوانان بهتر بگیرن، در کنار محبوب حقیقی به عنوان مثال محبوبان مجازی رو مثال میزنم. یه انسانی که با یک محبوب مجازی، با یک عرض خدمت شیء دنیوی، حالا از زن یا مال هر چه هست،
محبت و عشق و عاطفه داره، سعی میکنه در وهله اول به هر طریق ممکن ارتباط برقرار بکنه، تلفن، نامه، رؤیت، فلان، به هر شبکه اینترنت، چت، فلان، تا اینکه اونو به خودش و بهش معرفی بکنه، بشناسدش. و انسانی که محبوب خداست باید سعی بکنه شب و روز همواره با الله ذوالجلال ارتباط برقرار بکنه، خودشو با الله بشناساند، معرفی بکند، در مرحله عمل به الله بگه پروردگارا من تو را دوست دارم، و اون فقط از پلکان عبادت مربوطه. انسانی میتواند محب الله قرار بگیره و ادعای محبت بکنه که بیاد واقعا عبادت رب العالمین بکنه، اون هدف و انگیزه‌ای که الله ذوالجلال ما را برای اون خلق کرده که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انس جن را فقط برای عبادت خلق کردم. اما ما امروز برای هر چیز خلق شدیم غیر از برای عبادت. و اونجاست که الله ذوالجلال مورد نوازش انسان را قرار میده. یه غلامی برده‌ای مزدوری کارگر رو میارن تو کوچه بازارهای مدینه منوره به عرضه فروش میذارن، به مزایده میذارنش. کی اینو میخره؟ این غلامو. در حینه که جارچی صدا میکنه اینو کی میخره، مشتری ها جمع میشن، غلام میگه های مردم هر کس من میخواد بخره، من یه شرط دارم، شرطمو رعایت بکنه. شرط چیه؟ خوراک خوب، پوشاک خوب، لباس زیبا، زندگی مرفه. خیر، هیچ کدوم از اینا هدف من نیست. هر کس که میخواد منو بخره شرطم اینه که منو مانع نشه که 5 وقت نماز رو در مسجد النبی پشت سر رهبر بشریت نماز بذارم. من میخوام 5 وقت نماز در محضر رسول الله باشم و از بوی رسول خدا انرژی بگیرم، از نفس آن حضرت ویتامین بگیرم و با عبادت رب العالمین خودم را به الله معرفی بکنم. یکی از صحابه بزرگوار میاد اینو میخره، میگه تو رو ارزش داری. 5 وقت نماز پشت سر آن حضرت رسول خدا یاد میکنه مقتدیاشو. روزی از روزها سلام که میده آن حضرت، این مقتدی و این بلبل ناطق مکتب خودشو نمیبینه، بلا فاصله از صحابه جویای احوال میشه که فلانی کجاست؟ فرمان یا رسول الله ایشون مریضن. پیغمبر ناگهان ناراحت شد که شما چرا فلانی مریضه منو مطلع نکردید؟ خانه‌اش کجاست؟ آدرسش که من برم پیشش و بیادتش. صحابه گفتن یا رسول الله اون فرد خیلی بی ارزش‌تر و کم بهاتر از اونه که شخصی مثل شما به عیادت اون فرد بره. گفت والله انه عند الله غال. اون کسی که دست محبت و در دست من الله به نیابت از دست الله ذوالجلال قرار داده، اون نزد الله خیلی با ارزش، خیلی گران قیمت و خیلی با بهاست. آدرس خانه رو دادم، پیغمبر تشریف آورد در خانه، در زد. غلام فکر میکرد یک فرد طبیعیه، در مخیل عشم نمیگذشت که پیغمبر بیاد به عیادتش. گفت کیه؟ رسول خدا. صدای کیه اونو نشنید چون که یواش بود، بیمار بود. تا 2-3 مرحله بالاخره جوانی که مریض بود گفت کیه پشت در؟ کیه که داره در میزنه و منو آزرده کرده؟ که ناگهان از پشت در صدا آمد انا محمد رسول الله، من رهبر بشریتم، محمد رسول الله که همه جا دنبال تو میگردم، که تویی درمان همه دردم. بیا من آمدم بیاد از تو. این جوان وقتی صدای رهبر بشریت شنید برق سفازونو گرفت، از جا بلند زد، آمد در رو باز کرد. پیغمبر او رو با آغوش گرفت، اشک شوق بر دیدگانش مثل ابر بهاری میگرید. گفت یا رسول الله تو به دیدار من آمدی؟ من اونقدر ارزش پیدا کردم که رهبر بشریت آمده برای دیدار و یادت من. گفت عزیزم سر تو بلند بکن که تو عشق و محبت با خدا داری. یجعل له القبول فی الارض. الله ذوالجلال محبت تو را در قلوب همه بندگان گذاشته، نه در قلب من. در جا گفت یا رسول الله اجازه بده که من 2 رکعت نماز شکرانه بخوانم. سر رو که به سجده گذاشت گفت پروردگارا من عاشق شدم، عاشق تو. من نماز عشق یک سجده داره، سر گذاشتن و دیگر بر نداشتن. پروردگارا سر رو که گذاشتم دیگه نمیخوام سر رو بردارم. الله اکبر. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا جهت دست و مکان آدمیت. سروران عزیز، انسان از عبادت به خدا میرسد. زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. آنچه میبینی خلاف آدمن، نیستن آدم خلاف آدمن. گر به صورت آدمی انسان بودی احمد و بوجهل هم یکسان بودی. اون کسی که اصحاب بزرگوار را، اون عنصری که اصحاب بزرگوار را
و اوج عظمت و قدرت رسان واقعا غلامی الله و غلامی رسول الله بود. اون بلال حبشی سیاه که مانند کالایی در کوچه بازار مدینه منوره به فروش میرسد و ارزشی نداره، اما وقتی میاد در عرصه عبادت قدم میگذارد، غلامی محمد رسول الله را به گردن میگیرد و آویزه گوشش میکند، این بلال حبشی ترقی میکند، بلند میشود و قله‌های شامخ تعالی رو طی میکند و به جایی میرسد که میشود مؤذن مسجد محمد رسول الله. و بعد از وفات پیغمبر حضرت بلال دور بر مدینه رو نگاه میکنه، میگه من عزیمت بگم اشهد ان محمد رسول الله، اما محمد رو تو مدینه نبینم کور میشه. دیگه شهر مدینه برام مدینه نیست. شهر مدینه رو به مقصد شام رها میکند، میاد به شام. چند ماهی میگذره، 6 ماه، که ناگهان یکی از شبها جمال نازنین آن حضرت به خواب می‌بیند. ای بلال بی وفا، من رسول الله در مدینه منتظر آمدن توام. تو چرا منو رها کردی؟ شهرمو رها کردی، منطقه منو رها کردی، پاشو بیا. حضرت بلال از خواب بلند شد، تا 2 شب حرکت کرد، آمد به سمت مدینه منوره. همین که مردم مدینه متوجه قدوم بلال شدن، زن و مرد، پیر و جوان، همه زدن بیرون به استقبال همون برده سیاه حبشی. بلال بیا اذان بده. نمیتونم. اذان بده. الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله که رسید بیهوش نقش زده شد. سروران عزیز، چه عنصری بود که بلال رو به اون قدر و به اون عظمت رسون که در شب معراج که پیغمبر میخواست از جنت دیدار بکنه، قبل از اینکه وارد بهشت بشه، صدای کفش فردی گوش نازنین رسول الله رو نوازش داد. جبرئیل این کیه که قبل از من وارد جنت شده؟ این غلامی از غلامان تو به نام بلال حبشی است. جوانا دنبال عزتید اینجاست، دنبال مکنتید اینجاست، دنبال عزت و عظمتید اینجاست. از پلکان عبادت برید بالا، عبادت اختیاری بکنید، توبه اختیاری بکنید. عبادت زوزوره که به درد میخوره، عبادتی که هنگام مشکلات بیاد انسان عابد بشه، بله تو زندان با هر کس، نمرودم بره با یزید بستامی در میاد. آقایی که طول عمرش بسم الله الرحمن و نام الله رو نگفته، وقتی تو بیمارستان است برو که حاجی آقا چطوره؟ میگه خدا را شکر، هرچی از جانب خدا بیاد شکر، هرچی تقدیر خدا باشه. این به انصاف یک صدقه مثلا خدا را نمیشناسه. همین که از زندان میاد بیرون یا از بیمارستان یا مشکل چکاش برگشت خود رفت میشه، برمیگرده به همون نقطه اول. چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد، بشر تغییر حالت میدهد، خونخوار میگردد، به وقت عیش و عشرت مینوازد ساز بیدینی، به وقت تنگ دستی مؤمن و دیندار میگردد. اینطوری هست یا نه؟ اکثریت ما اینطوری. وقتی که مشکلات میاد، مصائب میاد، الله الله میگی، غافل از این که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. هنگامی که شادمانی و جوانی و زمینه‌های گناه و معصیت برات فراهمه، خودتو به الله معرفی بکن، الله الله بزن، بیا دست پیش الله ذوالجلال عبادت بکن. یعرفک فی الشده. به خدا قسم که الله ذوالجلال در هنگام مشکلات تو رو قطعا درک خواهد کرد. ولی این نیامده نه، ای یک دل، یک صد دله، دل یک دل کن، هرچه غیر از ماست آن را یله کن، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. نیامده نه. به خدا قسم رسول الله صلی الله علیه و آله از قول الله عز و جلال میگه که اگر بنده من به سوی من یه وجب بیاد، من 1 متر میام، اون 1 متر بیاد، من 2 متر میام، اون یواش یواش بیاد، من الله بدو به سوی بیاد، اون لنگان بیاد، من با تمام سرعت به سوی خواهم آمد. اون فقط جرقشو بزنه، روشن کردن لامپ ایمانش با من، اون استارتشو بزنه، به حرکت در آوردنش با من، چون گویی تو یا الله، گوییم به تو لبیک. این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو، هر چیز که از او جستی بهر تو معیا کرد، تو هیچ نمیپرسی کان خالق اشیا کو. چقدر ما بی انصافی بر روی زمین خدا راه میریم، هنگام مشکلات بلا فاصله الله ذوالجلال رو یاد میکنیم، بیاییم همه تن خودمان رو در اختیار خدا و در اختیار عبادت قرار بدیم. بنابراین اولین
سبب و عاملی که انسان رو محبوب خدا میکنه اینه که انسان با الله ذوالجلال ارتباط داشته باشه، عبادت خدا رو کما حقه انجام بده. صلوات بر آقای بله. عامل دوم و سبب دوم، وقت دوستان رو نمیخوام زیاد مصدق بشم. عامل دوم، انسانی که با کسی محبت داره سعی میکنه دوست خودش هرگز ناراض نکنه، عوامل و اسباب ناخرسندی و ناخوشایندی رو برای او فراهم نکنه. پس انسانی که محبوب خدا و رسول محمد قرار بگیره از هرچه خلاف رضای خداست باید اجتناب بکنه. تعصی الاله و انت تظهر حبه لعمرك هذا في الفعال بدیع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. تو ادعای محبت خدا رو میکنی و از این طرف تیشه برداشتی به ریشه اسلام دین میزنی، این خیلی بعیده، از عقل دوره. ان المحب لمن يحب مطیع، کسی که کسی رو دوست داره اطاعتش میکنه، فرمان برداری میکنه، هر چه بخواد براش انجام میده، اگرچه که مشکل باشه براش، از نافرمانی و از خلاف اوامر او دوری میکنه. اینطور نه. شما یک محبوب مجازی رو بگیرید، یه آقای جوانی که نامزد داره بپرسید اگر نصف شب بگه بابا آقا ساعت 12 شب برو از فلانجا فلان چیزی بیار، مگر میتونه بگه نه؟ در روستای ما شما بود دیگه، همین کلاته میگفتن، همیشه گفتن یک جوانی به کلاته نامزددار بود، اون زمان راهها خیلی صعب العبور بود، نمیتونستن برن. بعد یه جای دیگه نامهای عروسی رو می‌خواستن بنویسن، این جوان نامزددارم که به کلاته نامزددار بود تو همون جلسه بود. بعد مردم سوال ایجاد شد که هوا بسیار سرد، 1 متر هم برف رو زمینه. گفتن این نامه‌های کلاته رو کی میتونه ببره؟ نامه‌های دیگه جا که رفته، ولی این نامه‌های کلاته رو کی ببره؟ میگم یک بار جوان از نفس جمعیت بلند شد گفت کلاته که هر کس بره بابا، کلاته که رای خوبیه، چون که خودش به کلاته نامزد داشت فکر می‌کرد همه مردم کلاته رو دوست دارن. حالا دوستان عزیز، انسان اگر واقعا محبوب خودش دوست داشته باشه همه چیز رو فداش میکنه. پس کسی که خدا رو دوست داره باید از همه منیات خودش رو بکشه بیرون تو الله ذوالجلال خودش رو در اختیار او قرار بده. جوان عزیز، گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف وار میباید دوید. اگر میخوای محبوب خدا بشی باید این موانع رو در بنوردی، این معزهای معصیت رو باید بشکنی تا این که محبوب خدا بشی. با این لجنزار معصیت نمیشه محبوب خدا قرار گرفت. این دل محل تجلی انوار خداست، دل آن بحری است کو ساحل نورزد، نهنگ از هیبت موجش بلرزد. جهان دل جهان رنگ و بو نیست، جای پراید و ماشین نیست، زمین و آسمان چارسو نیست، در این عالم به جز الله نیست. خبردارید خلوتگاه حضرت ابراهیم آتش نمرود، خلوتگاه یونس شکم ماهی، خلوتگاه موسی کوه طور، خلوتگاه یوسف قعر چاه، خلوتگاه محمد غار حرا، خلوتگاه ابوبکر صدیق غار ثور و خلوتگاه خدا قلب انسان مؤمن و مسلمان. ولی خدا تو این لجنزار میاد، تو این کثافت خونه میاد که همه محبت ها هست غیر از محبت الله ذوالجلال. به قول اقبال باز بر رفته و آینده نظر باید کرد، هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روش محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد، از خوشی و ناخوشی دنیا باید قطع نظر بکنی. گفتمش در دل من لات و منات هست بسی، گفتم تو این دل هزار اهریمن و بته، هزار خداست. گفتمش در دل من لات و منات است بسی، گفت این بتکده را زیر و زبر باید کرد که تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد. مرد میدونی بیا جلو، با این شرایط باید دست دوستی را تو دست الله ذوالجلال قرار بدی، وگرنه دستی که لجنزار باشه نه. وقتم نگذاری، من نمیدونم وقتم چه نداره، ولی سروران عزیز باور بفرمایید رب العالمین در این شبها شبهای قبولی توبه است، شبهایی است که درهای رحمت به سوی بندگان بازه. بیایید واقعا از صدق دل توبه بکنیم، بیاییم برگردیم عنایت بکنیم، خط قرمز بچین رو همه گناهان معاصی. حبیب عجمی رو میشناسید؟ تذکرة اولیای حضرت عطار نیشابوری آورده، من مختصر عرض میکنم. ایشون یه فرد سودخواری است، رباخوار، تمام زندگیش رو از کانال ربا به دست بیاره. روزی از روزها میاد در خانه، چیکار میکرد؟ میاد در خانه بدهکارشو در میزد، میگفت پولمو بده، اون نداشت میگفت پایمزدمو بده. پایمزد چیه؟ رفت و برگشت، هر چی که رفتم بنزین مصرف کردی بی انصافی و روغن. گفت اون حرفا من کار ندارم، پایمزدمو باید بدی، من این همراه آمدم زحمت کشیدم. روز آمد در خانه یه مسلمانی در زد، مرده نبود. زنه گفت چیزی نداری، میگفت این حرفا نیست، باید بدی، وگرنه هر چی دیدی اتش بخوره.
زن گفت فقط وقتی لا اله شد گفت فقط یه گردن گوسفند هست که چند روز همون رو جوش بدیم آبش رو بچه هم میدم دیگه چیزی نداره. گفت همون رو بده بیا، من این حرف عالی نیست. گردن گوسفند گرفت آمد پیش زنش گفت اینو غذا درست کن. گفت نون نداریم و هیزم نیست تو خانه. گفت الان میرم در خانه تو بدهکار دیگه پایمزد میگیرم. رفت گرفت و آمد غذا می‌خواستن درست بکنن که ناگهان فقیر آمد بده برای خدا. حبیب عجمی داد کشید های مرد که احمد من خودم هیچی ندارم این غذای امروزی منه، در حالی که تمامی ثروتش تو بانک ها و نمیدونم بقیه جاها خوابیده بود، فقط رزق روزی روزانه‌شو از این راه به دست می آورد پایمزد. گفت برو روزی تو خدا جای دیگه حواله بکنه، تو دیوانه ای. فقیر لبخندی زد و رفت. موقع افطار بود بزنش گفت خانم برو غذا رو بردار بیار. رفت سر دیگ رو باز بکنه دید که این دیگ با اون گوشت و برنجش تبدیل شده به خون سیاه. که ناگهان این زن جیغ کشید ای حبیب خدای عزوجل تو این دنیا بر اثر غفلت و حرامخواری و گناه و معصیت غذای ما رو تبدیل کرده به خون و سیاه. کیفیت و حالت من و تو چه خواهد شد زمانی که در میدان محشر در جلوی انبیا و صدیقین و شهدا در محضر الله عزوجل حاضر بشیم؟ اینها مؤمن بودن، کسانی که میفهمیدن خدا جلت ایجاد میکرد. در زندگی من و تو بارها جلت آمده ولی نادیده گرفتیم. این زلزله ها همش جرقه است، جرقه توبه که در پاکستان 50-60 هزار نفر رو با خاک و خون یکسان کردیم، در بم در عرض 12 ثانیه پیش از 40,000 نفر رو، و در جنوب شرقی آسیا سونامی که پیش آمد، سریلانکا، تایلند، اقیانوس هند و کشورهای دیگر بیش از 250,000 نفر، و هر آن ممکنه این بوم و خطر روی آسمان شهر شما هم به حرکت در بیاد. بله در امان نباشید. تو ایران اسلامی هر 20 دقیقه 16 الی 20 دقیقه یک جوان فقط در طی سوانح رانندگی کشته میشن. بقیه رو بذارید، بیمه کردید خودتون. حبیب وقتی این واقعیت رو دید جیغی کشید و بیهوش شد. گفت من میرم توبه میکنم پروردگارا، دستمو میذارم تو دست تو، شبهای قدره، شبهای توبه و انابت، دستمو بگیر، میرم تمام بدهیامو میدم. آمد در میان راه که بره بدهیاشو بده، چشمش به بچه‌ها افتاد. کودک‌ها که داشتن بازی می‌کردن با هم دیگر 10-12 ساله، همین که چشم بچه‌ها به حبیب عجمی افتاد یه جوانی صدا کرد گفت آی کودکان فرار کنید که حبیب سودخوار می‌آید، مبادا گرد و غبار او بر سر صورت ما بشینه و خدا به شومی او ما را به طرف جهنم ببره. حبیب اشک ریخت گفت پروردگارا من اینقدر بدبخت شدم، من اینقدر بیکس شدم، من اینقدر رذل شدم، من اینقدر پس شدم که بچه ها نمیتونن گرد و غبار پای منو تحمل بکنن و فکر میکنن خدا اونها رو جهنمی میکنه. حرکت کرد آمد پیش امام حسن البصری رضی الله عنه. برام راه توبه از بله چرا نیست؟ برو تمامی بدهیاتو بده، حقا کسانی که حق ازت میخوان حقشو به اونا بده. آمد در خانه از خانه امام حسن که اومد بیرون چشمش به یک از بدهکار افتاد. بدهکار که چشمش به حبیب عجمی افتاد فرار رو برقرار ترجیح داد. که ناگهان حبیب صدا کرد که ای بنده خدا کجا؟ صبر کن، تا امروز تو از پیش من فرار میکردی، از امروز به بعد من باید از پیش تو فرار میکنم بعد از عذاب خدا. گفت ترسیدم بدهی تو بخوای، طلب تو، من نداشتم پایمزد بخوای، از کجا بیارم؟ گفت بنده خدا بیا رو سرم مراقبت بکن، برای منو ببخش، احساسات و عواطف منو زیر پا کن، برای منو ببخش. گفت من تو رو ببخشم، تو چقدر عوض شدی؟ گفت میخوام عوض بشم، هنوز نه. برگشت آمد از میان همون راهی که قبلا آمده بود چشمش به همون نوجوانان و کودکان افتاد، همون کودکانی قبلا گذشته بود. یه ساعت هم نگذشته که ناگهان همون کودک دو مرتبه صدا کرد که ای بندگان خدا، ای کودکان و نوجوانان، راه رو باز کنید که حبیب توبه کننده می آید، دوست خدا و معشوق خدا می آید. حبیب جیغ کشید گفت خدایا یا مصرف القلوب، چقدر انقلاب آوردی، چقدر دگرگونی آوردی. من یه ساعت بیشتر نیست که دست آشتی رو و سر رو تو دست تو گذاشتم، تو چقدر تحرک آوردی. بله جواب به خدا قسمون الله عزوجلال هنوز منتظر اون انقلاب ها هست. فقط من و تو باید حرکت بکنیم، فقط من و تو باید شهامت رو داشته باشیم، به خط قرمز بکنیم رو همه معاصی و دست دوستی را تو دست رب العالمین. بیا از همه معاصی تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن، آنچه داری در دل از مکر و رموز پیش ما پیدا بود مانند روز. لطف حق با تو مواساهات کند چون که از حد بگذری رسوا کند.
این دو که از هر چه خلاف خداست باید پرهیز کرد. و اما سومی اینه کسی رو دوست داشته باشه زیاد یادش میکنه، ذکرش میکنه. من احب شیئا اکثر ذکره. هر کسی رو دوست داشته باشه خیلی یادش میکنه. اون کسی که چودار و گوسفنددار هست بشین تو مجلسش از گوسفند استاق و زایده شروع میکنه، از اون طرف بالاخره دنبش اونجوری از فلانش همه 300 تا گوسفنددار هم رو میشناسه. تو این مجلس گوسفنددار بشینید سر انسان خراب میشه از بس که از زایده و استاق حرف میزنه. اون کسی که تاجر ماشاءالله از تجارتش، از سی دی فروشیش، از اون کامپیوترش و الی آخر. اون کسی که جوانی هم که نامزددار ماشاءالله، یعنی اینقدر خوشش میاد این جوانات تو مجلسی که از نامزدداری صحبت میکنن، به ویژه جوانانی که مجردن. یه جوان یه روز نشسته بود، بابا و مامانش هم بودن، شب ساعت 12 شب شروع کردن به صحبت کردن در مورد اینکه بچه ما بزرگش داریم نامزددار کنیم فلان بکنیم. این بچه دیگه خوش آمد، اینقدر لذت بخش واقعا. این جوانایی که میخندن میفهمن من چی دارم میگم. بعد جوون فکر کرد که من اینجا بشینم این پدر و مادرم خجالت میکشن، همین حرف رو قطع میکنم، پس من برم یک جایی که حرف اینا رو بشنوم و اینا از من خجالتم نکشن. رفت زیر پتو خودشو به خواب زد. یک 10 دقیقه گذشت دید بابا اصلا کلا بحث کلا عوض شد. از نامزدداری اومد جای گوسفندای نمیدونم استاق و زایده. هرچه سر با خودش فکر کرد چیکار بکنم، دید نه بابا حرف گشت کنم. یک بار از زیر پتو گفت یعنی بابا برگرد سر مقصد اصلی دیگه کجا رفتی شما؟ تو مردم شروع کرد رفت رو کشاورزی، از دیما آبی شروع کرد، از خربزه‌های نمیدونم فلانی و از هندوانای ارجمند جیرفت و فلان. باز تو مرد یک سرفه‌ای کردید نه بابا این اصلا حالیشون نیست. رفتن تو بحر گاوا و گاوداری و مسائل دیگه. آخر دیدم نمیشه. گفت بابا جان. گفت چیه؟ گفت 10 دقیقه پیش شما چرخ می‌زدید همون حرفا رو مردم بزنید. گفت که چی از هندوانا میگی؟ گفت نه بابا هندوانم کجا بود؟ هندوانم میخوام چیکار؟ قبل‌تر از اون از گوسفندا میخواد بگی بابا جان. گفت نه بابا چون اینا می‌خواستن همون تذکره دختر خاله بود. می‌خواستن دختر خاله‌شو بهش عقد بکنن. گفت از برامی. گفت نه بابا. گفت از چی داری میگی؟ از زمین کشاورزی. گفت نه بابا قضیه دختر خاله‌ام با کجا رسید آخر؟ اونو بگو. حالا کسی رو دوست داشته باشه و چیزی رو دوست داشته باشه و انسانی که خدا رو دوست داشته باشه فقط دوست داره از الله بگه و مثل شما از الله بشنوه و احساس خستگی و دوباره خستگی تو چهرهاتون نباشه. پس بنابراین دوستان عزیز کسی که میخواد با خدا محبت داشته باشه باید خدا رو زیاد یاد بکنه و ذکر بکنه. من از کنار این قضیه هم میگذرم و نهایتا آخرین عاملی که انسان رو محبوب خدا میکنه اینه که انسانی که دوست کسی هست به لقای اون خیلی علاقه‌منده و انسانی که با خدا محبت داره مرگ براش پولیس برای رسیدن به خدا. نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد چندان بمیرد. انسانی که عاشق خداست هر لحظه دوست داره که به خدای عزوجل برسه و انسانی که از مرگ میترسه چون که خدای عزوجل تو قلبش نیست. من فقط برای مثال یه نمونه عرض میکنم صحبتمو خلاصه میکنم. 2 تا از نوجوانان صدر اسلام در غزوه احد، سمره ابن جندب و نافع ابن خدیج، این 2 تا جوان 12-13 ساله غزوه احد شده، رسول معظم اسلام سفرایی کردن، صحابه دارن میان ثبت نام میکنن برای جنگ احد. این 2 تا بچه کودک 15-14 ساله میان میگه یا رسول الله اسم ما رو هم بنویس. پیغمبر جفت اینها رو رد میکنه شما بچه. حضرت رافع ناامید نمیشه میاد پیش باباش گریه میکنه میگه بابا محمد رسول الله منو از صدای جنگ برگردونده، من دوست دارم در غزوه احد شرکت بکنم و کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم جام شهادت رو بنوشم تا اینکه به الله ذوالجلال برسم و در جنت دستم تو دستان رسول الله باشه. محبت اینه، عشق اینه که من طلبه دارم و شما الحمدلله قطعا خواهید داشت. رافع گریه کرد، باباش گفت خب پیغمبر قبول نمیکنه. گفت به رسول الله بگو که تیراندازه، گویا به اردو بخواد ببردش، گویا به کوهستان پارک و کیرآباد مشهد داره میره، اینقدر خوشحاله. حرکت کرد، رافع ابن خدیج آورد گفت یا رسول الله بچه‌م خیلی گریه میکنه، اینو اجازه شرکت در جنگ بده. گفت کوچکه. گفت یا رسول الله تیراندازه تفنگشو داد دستش به هدف مستقیم زد. پیغمبر وقتی این شجاعت و این غیرت و این عشق و علاقه رو دید گفت جوان مسلمان بلند بشو که تو خیلی ارزش داری. خبر به سمره رسید که سمره رو رافع رو پیغمبر اجازه داده مستقیم آمد با چشم گریان گریه میکرد، اشک میریخت تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. طفل یک روزه همی داند طریق که بگرید تا رسد دایه شفیق. یه طفل یک روزه میدونه که باید گریه بکنم تا مادر برام محبوب بشه. تو نمیدانی که دایگان کی دهد بی گریه شیرت رایگان. گفت فلیبکو کثیرا گوش دار تا بریزد شیر فضل کردگار. آمد نزد رسول الله شروع کرد بزد جوزاری و گریه. یا رسول الله رافع رو اجازه دادی در حالی که اگر من با او کشته بگیرم من ازش زورم.
تو رو خدا منو اجازه بده. رسول خدا فرمود صفحه رو بشکنه که اینها میخوان کشتی بگیرن. مراسم کشتیگیری شروع شد که ناگهان سمره برای رسیدن به خدا، برای رسیدن به جنت الفردوس بلند کرد، رافع ابن خدیج رو دستاش به محکم نقش زمین کرد و داور کیه؟ شخص محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها بودن محبوبان واقعی که مرگ برای اونها ارزشی نداشت بلکه پولی بود برای رسیدن به خدا. دوستان شما همه محبوبان خدا هستید انشاءالله. این اوامر رو در خود ما ایجاد کنید، هم من گوینده و هم شما شنونده. این شبهای مبارکی است و داره تمام میشه. تو ماه رمضان برچیده شد، نه این که خدا نکرد تو ماه محبت و تو ماه عبادت هم برچیده بشه. پروردگارا به لطف و کرم خودت همه ما رو از محبوبان واقعی خودت بگرد. محبت و دوستی بین ما و خودت را محکم و وسیع و عمیق بگرد. دست اجانب شیطانهای جنی و انسی را از سر جوانان ما دور بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. از این که بیش از حد مصدق اوقات شدم واقعا پوزش می‌طلبم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.